گریه های جانسوز نغمه. اما چرا؟ نغمه در کجا زندگی می کند؟ مصروف چی کارباری است؟ دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ آیا نغمه باری دیگر از شوهر دومش هم جدا شده است؟ دختران نغمه در کجاست و رابطه عجیب نغمه با شفیق مرید؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب رو فشار بدید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه یک تن از هنرمندان بی‌بدیل و ناماشنای افغان است. شهرت و محبوبیت خوب در میان هنرمندان افغانستان دارد. شهرت و محبوبیت نغمه از میان مرزهای افغانستان عبور کرده است. دوستداران نغمه در کشور پاکستان هم بیشمار بوده است. نغمه از ولایت زیبای کندهار می باشد ولی بزرگ شده شهر کابل و از سن نوجوانی شروع به سرودن آهنگ کرد که تا کنون آهنگ‌های نغمه در دلها و ذهن‌های مردم افغانستان بیشمار بوده است. بانو نغمه عاشقانه به کارهای هنر آوازخوانی‌اش از نوجوانی ادامه می‌داد. وی با منگل در سن نوجوانی ازدواج کرد، اما دیر نگذشت ازدواج نغمه با منگل از هم پاشید و نغمه باری دیگر در کشور امریکا ازدواج کرد. نغمه با شوهر دومش هم دیر وقت زندگی نکرد از هم جدا شدند. مدت زیاد می شود نغمه به کارهای هنر آوازخوانی‌اش نپرداخته است و حتی کنسرتی برای دوستداران و طرفداران صداش نشر نکرده است. دوستداران و طرفداران نغمه در انتظار کارهای هنری جدید نغمه هستند. این همه در حال است که این روزها تصاویر نغمه با چشمان اشکبار در صفحات مجازی نشر می شود که وی به خاطر مریضی منگل می گیرد، اما تاکنون حقیقت بیشتری این ماجرا در دست نیست. منگل هم در کشور امریکا زندگی می کند و کاملا تنهاست. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الایزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.